تمرین شماره 155 کتاب. بازم تاکید میکنم که همه تمرین‌ها با سرعت پایین نواخته بشه، بعد که تو دستتون جا افتاد یک قشنگ تو ذهنتون شکل گرفت، ذره ذره سرعت رو برای بالاتر از روی تمرین میکنیم. تو ویدیو قبلی هم عرض کردم خدمتتون، اول ویدیو هست برای تهیه کتاب، میتونید با شماره 22 333 425 و 6 تماس بگیرید. نقطه دار هست، میشه توم چپ، توم کشیده چپ کوتاه، توم چپ. سکوت دولاچنگ داریم، یه مکس کوتاه، یه دونه چپک سریع، توم چپ چپک، بک چپ چپک، توم چپ چپک، بک چپ چپک، توم بک چپ، سکوت بک، سکوت بک چپ بک چپ. از اول میریم با سرعت پایین، 2 3 4 توم چپ، سکوت چپ بک، چپ سکوت چپ بک، توم چپ سکوت چپ بک، چپ سکوت چپ بک، توم بک چپ سکوت سکوت بک چپ بک چپ، 2 3 4. تمرین شماره 156 توم چپ سکوت بک، بک چپ سکوت بک، توم چپ سکوت بک، بک چپ سکوت بک، توم چپ سکوت، توم بک چپ سکوت بک، توم چپ سکوت، توم بک چپ سکوت بک، توم چپ سکوت بک چپ سکوت، توم چپ سکوت سکوت بک توم چپ، سکوت بک بک چپ، توم توم چپ توم بک، سکوت بک بک چپ، سکوت بک توم چپ، سکوت بک بک چپ، توم توم چپ توم بک، سکوت بک بک چپ، سکوت توم چپ، سکوت بک سکوت سکوت دو سه چهار یک. تو ویدیو قبلی اگر دقت کرده باشین توضیح دادم خدمتتون که این تمرین بهش میگن ضد ضرب، چون به جای نوت اول توی اول میزان و جای نوت توی اول میزان سکوت داریم. 1 2 3 4 به جای این ضرب سکوت داریم. بعد توم چپ، تون ترجمه کنیم 1 2 3 4 1.